مرکز مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان از جلوگیری شدن موردهای نو قاچاق محصولات در مرز تاجیکستان با نویه لیلک خبر داد. از جمله مرزبانان قرقیز در موضع سوی نویه لیلک یک ماشین مرسدس بنز تحت اداره MA سال تولدش 1985 را بازداشت کردند. راننده این ماشین از تاجیکستان به قرقیزستان به طور قاچاق 400 کیلو جواری مکه می برد. خود امان روز در موضع ارقه دو ماشین بارکش تحت اداره شهروندان قرقیزستان دستگیر کرده شدند. آنها با روی قاچاق و بدون اجرت از تاجیکستان 3.5 تن لیمو و 3 تن قند و قندلات می آوردند. ارزش محصولات مصادره شده بیش از $10,000 برآورده شده است. قرقیزستان از 22 می در پی مناقشه خونین آخر ماه اپریل مرزهایش را با تاجیکستان بست و روی شهروندان و انتقال محصولات را اجازت نمیدهد. در مناقشه آخر ماه اپریل در مرز این دو کشور از دو طرف 55 نفر کشته و 240 نفر زخمی شدند. این خونین ترین مناقشه در تاریخ مناقشه های مرزی در آسیای مرکزی به شمار می رود.